أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما یک درس از کتاب ریاض الصالحین گرفتیم، مقدمه امام نووی رحمه الله را که پیش از این کتاب را شروع کردن مقدمه زیبای نوشته بود. درس گذشته الحمدلله آن را گرفتیم و درس امروزه امان اکنون داخل می شویم بعد داخل کتاب که امام نووی رحمه الله میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله که رحمان و رحیم است. اولین باب کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید باب الاخلاص و احضار النیة فی جمیع الاعمال والاقوال البارزة والخفیة. یعنی که اولین باب کتاب ریاض الصالحین درباره اخلاص است. باب الاخلاص، انسان باید اخلاص داشته باشد. و احضار نیتی، و احضار نیت است. همچنین انسان باید نیت داشته باشد در هر کاری را که انجام میدهد. یعنی که ما درباره انجام دادن کار باید دو چیز همراه خودمون داشته باشیم. یکمش اخلاص است، در انجام دادن اون کار مخلصانه انجامش بده. مخلصانه یعنی چی؟ یعنی دور از شرک و بدعت و دور از ریاکاری. یعنی در اون کاری که ما انجام میدیم نباید بدعت باشد، نه شرک باشد، نه ریاکاری باشد، نه به خاطر دیگرها ده نمایان کنیم که ما این عمل رو انجام دادیم. تازه از اینا را میگوین اخلاص. یعنی که اخلاص کاری که تازه از شرک، از بدعت، از ریا باشد او را میگن اخلاص. پس این باب در مسئله همین اخلاص است. یکم. دوم احضار نیت است. هر کاری را که کردن میشیم باید نیت داشته باشیم، هم اخلاص و هم نیت. میگه فی جمیع الاعمال والاقوال، در تمام کار و در تمام قول، هر کاری را کردن میشه باید با اخلاص و با نیت باشد. هر سخنی را که گفتن میشه باید با اخلاص و باید با نیت باشد. البارزتی و الخفیتی، چی این قولها و اون عملها بارزه باشد، یعنی آشکارا باشد که دیگرها ما را میبینن یا دیگرها میشنون اون سخنمان را. این سخنی که دیگرها میشنون از ما یا کاری را که دیگرها از ما میبینن میگن بارزه، یعنی دیگرها میبینند. پس این همچنین باید با اخلاص و با نیت باشد. و همچنین خفیه، کارهایی که دیگرها از ما نمیبینند، کارهایی که ما در پنهانی در تنهایی انجام میدیم، یا سخنهایی را که ما در داخل من انجام میدیم، مثلا از کار و ذکرها و یاد الله جل جلاله، که اینها را هم همچنین انسان باید هم اخلاص و هم احضار نیت داشته باشد. پس این هست موضوع اولین بابی کتاب ریاض الصالحین، باغ نیکوکاران. خب اکنون امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما چند آیت اول میارد برای اخلاص و برای احضار نیت. چند آیت میارد. میگه که اولین آیت قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره بینه آیت 5. الله سبحانه و تعالی میگه که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. و ما امروا یعنی امر نشدند، الا لیعبدوا الله مگر اینکه عبادت الله را بکنند. فقط امر همین است که عبادت الله را بکن، مخلصین له الدین، یعنی این عبادت را تا انجام میدی باید مخلصانه باشد، موحدانه باشد، دور از بدعت و خرافات و شرک باشد. له الدین برای الله جل جلاله عمل را انجام بده. دین یعنی که عملها را فقط به خاطر الله جل جلاله انجام بدهید. پس دین دو چیز است. دین یک عمل هست، دین یک روزی حسابات را میگویند. چطوری که در سوره الحم میگیم که مالک یوم الدین، یعنی که پادشاهی روزی حساب و کتاب.
اما در اینجا دین له الدین یعنی که برای الله باید باشد تمام عملها. دین یعنی که تمام عملها باید به خاطر الله جل جلاله و دور از بدعت و خرافات و شرک باشد. حنفاء باید ما در این کار میکردگیمان حنفاء باشیم. حنفاء یعنی چی؟ یعنی حنیف. حنیف یعنی چی؟ یعنی کسانی که میل دارن از دینهای باطل به جانب دین حق، همین را میگن حنفاء. حنفاء یعنی که میل داشتن از کارهای باطله و دینهای باطله به جانب حق را میگوین حنفاء. و در زیر در رقم 1 میگوید که مخلصین له الدین ای یعبدونه موحدین، یعنی الله را یگانه بپرستند. له موحدین له یعنی الله را یگانه بدانند. لا یعبدون معه غیره، عبادت نکنن همراه الله غیر الله را. پس این معنای مخلصین هست. حنفا را معناش چیست؟ میگه که ای مائلین عن الادیان کلیها الى دین الاسلام، یعنی میل کننده باشد از تمام دینها به دین اسلام. یعنی میل باید شفقت و رغبت و میلش باید به جانب کی باشد؟ به جانب دین اسلام باشد. پس همین را میگن حنفا. و یقیم الصلاة، و همچنین الله میگه که برپا دارند نماز را. و یؤتوا الزکات، الله سبحانه و تعالی میگه همچنین بدهند، پرداخت کنند زکات مالهایشان را. و ذلک دین القیمه، این دینی قیمه و دینی راستین می باشد. در پایان درباره قیمه میگوید که و ذلک دین القیمه قال الزجاج. زجاج میگوید، یکی از عالم های لغت میگوید که ای ذلک دین الملت المستقیمه، یعنی که این دین ملت، دین گروهی که آن گروه مستقیمه و راستین هست. آن گروه مستقیم است، گروهی راستین و گروهی در راه درست است. والقیمه تو میگه نعت لموصوف محذوف، این قیمه میگه صفت است برای موصوفی که محذوف است. او یقال دین الامه القیمه بالحق، یعنی دین گروهی راستینه که با حق است. القائمه بالحق یعنی که مردمی که قائم هستند، یعنی برپا کننده آن دین، عمل کننده به آن دینی راستین می باشند. پس این میگن دین القیمه. این اولین آیت بود که امام نووی رحمه الله در زیر باب اخلاص و احضار نیت در کتاب ریاض الصالحین آورده است. و بعد از این میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره حج آیت 37، الله سبحانه و تعالی میگه که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ینال، این درباره قربانی هست، یعنی که وقتی که شما قربانی میکنید ای مردم، لن ینال الله، نمیرسد به الله این قربانی کردگی شما را، لحومها، گوشتایش. وقتی که تو قربانی میکنی ای بنده، این قربانی میکردگی تو را گوشتش به الله نمیرسد. ولا دماؤها، و همچنین خونهای قربانی شما هم به الله نمیرسد. ولکن یناله التقوى منکم، ولیکن میرسد به الله جل جلاله تقوا و پرهیزی که از جانب شما هست. یعنی تقوای شما به الله میرسد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر کردگی است به قربانی کردن. وقتی قربانی میکنیم گوشت خودمون استفاده میبریم و منفعتش رو خودمون میبریم، اما فقط یگانه چیزی که به الله میرسد اون چی است؟ اون تقوای من و تو است، اون پرهیزگاری من و تو است، اون پیشکش کردنی ترس الهی است که تو فرمان اون الله را اجرا کردی و این مال را ذبح کردی. در زیر در بعد از این آیت میگوید که اخرج ابن ابی حاتم عن ابن جریج، میگه که ابن ابی حاتم از ابن جریج حدیث را روایت میکند. فيما ذكره ابن كثير في تفسيره، ابن کثیر میگه در تفسیر همین آیت میگه این روایت رو آوردگی است.
گفته است که کان اهل الجاهلیتی ینضحون البیت بلحوم الابل و دمائها. گفته است که اهل جاهلیت ینضحون البیت بلحوم الابل، یعنی که می پاشیدند بالای بیت، در بالای کعبه می پاشیدند بلحوم الابل، وقتی شتر را قربانی میکردن گوشتاش می بردن در بالای کعبه می پرتافتند، و دمائها یا خون آن قربانیشون می بردن در بالای کعبه می پرتافتند. میگه اهل جاهلیت این عادت را داشتند. فقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه اصحاب پیغمبر هم وقتی که بعد از اونه که پیغمبر مبعوث شد و مردم مسلمان شدن، پس اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که فنحن احق ان ننضح، گفت که ما حق دارتر هستیم که برده این گوشت و مالهایی که ذبح میکنیم برای الله، اینها را برده در بالای کعبه بپاشانیم و بپرتاییم. گفت برای ما این، ما گفت حق دارتر هستیم. فانزل الله هذه الآیه، در همین هنگام بود که الله سبحانه و تعالی این آیت را نازل کرد که نه، این گوشت پاشیدن و خون پاشیدن در بالای کعبه این هیچی فایده ندارد، بلکه اون را ذبح کنید، فقط اخلاص، یعنی در ذبح کردنتون شرک نآورید و نیتاتون خالص بکنید، انا همون تقوا و اخلاص شما است که به الله جل جلاله میرسد. و گوشت خودتان استفاده برید، گوشتش را خودتان بخورید. بعد میگه این آیت سوره حج آیت 37 نازل شد. میگه وقتی که اصحاب پیغمبر گفتن که ما حق دارتر هستیم که مالها را ذبح کنیم، گوشت و خوناش برده بالای کعبه بپاشانیم، بچاشیم. والمعنى والله اعلم، و معنا میگه، معنا آیت همین است که با الله داناتر است. لن یصل الیه سبحانه، یعنی به الله سبحانه و تعالی نمیرسد الا ما ارید به وجه الله تعالی، مگر آن چیزی را که الله، آن چیزی که اراده رازگی الله را داشته باشد، یعنی هر آن چیزی که به خاطر رازگی الله باشد انا همون به الله سبحانه و تعالی میرسد. فیقبله، پس الله سبحانه و تعالی آن را قبول میکند. یعنی که وقتی انسان صاحب آن عبادت، آن مال را که ذبح میکند با اخلاص باشد، فقط به خاطر رازگی الله باشد، فیقبله، الله سبحانه و تعالی ان همون عبادت را قبول میکند. و یثیب علیه، و ثواب داده و ثواب میدهد الله سبحانه و تعالی برای اون عبادت. و فی هذا تنبیه، میگه در این یک آگاهی هست، علی امتناع قبول الاعمال، برای ممنوع بودن قبول شدن اعمال، برای مانع شدن قبول شدن عملها، اذا عریت عن نیت صحیحه، وقتی که عملها خالی از نیتی درست باشد، از نیتی درست اگر خالی باشد، میگه این سبب میشود که عمل اون انسان قبول نشود. وقتی که انسان میخواهی که عملت مقبول شود، پس تو نیتت رو سالم کن، نیتت رو درست کن تا اینکه عمل تو در نزد الله جل جلاله مقبول بگردد. این بود علاوه‌ای که در زیر این آیت علاوه کردن. امام نووی رحمه الله سیم آیت رو میارد، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، سوره آل عمران آیت 29. الله سبحانه و تعالی در این آیت سوره آل عمران آیت 29 میگه قل ان تخفوا ما فی صدورکم، بگو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مردم که ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر که پنهان کنید شما آن چیزی که در دلهاتون میگذرد، آن نیت و مقصد و مرامی که شما در دلهاتون دارید اون را پنهان کنید، او تبدوه، یا آن نیتاتون شما آشکار کنید، یعلمه الله، الله در هر دو صورت از دلهای شما آگاه است. وقتی که الله سبحانه و تعالی از دلهای ما که آگاه است، پس ما باید در انجام دادن هر کار اخلاص و احضار نیت داشته باشیم، اخلاص و احضار نیت، تا اینکه الله سبحانه و تعالی اون عمل ما را درست و سالم قبول بفرماید. پس این بود سه آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب اخلاص و احضار نیت برامون تقدیم کرد. اکنون بعد از این در همین باب
حدیث ها را برامون تقدیم میکند امام نووی رحمه الله. اولین حدیث این باب همچنین اولین حدیث کتاب ریاض الصالحین، کتاب باغ نیکوکاران. امام نووی رحمه الله در اولین حدیثش میگوید و عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضی الله عنه. امام نووی رحمه الله میگه که از امیر المؤمنین، از امیر مؤمنان ابو حفص عمر ابن خطاب رضی الله عنه. ابن خطاب ابن نفیل است و ابن عبدالعزا هست، ابن ریاح ابن عبدالله ابن قرط و فرزند رزاح، فرزند عدی، فرزند کعب، فرزند لؤی، فرزند غالب. اینها از قبیله قرشی عدوی می باشند رضی الله عنه. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه از قبیله قریش می باشد. خب قال حضرت عمر رضی الله عنه این حدیث را میگوید. در این حدیث میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که انما الاعمال بالنیات، یعنی هر آینه ثواب عمل وابستگی به نیت دارد. عمل انسان ثوابش وابسته به نیتش می باشد. و انما لکل امرئ ما نوى، و هر آینه برای هر یک شخص آن چیزی که نیت میکند آن نیتش است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثال میزند، میگه که فمن كانت هجرته الی الله و رسوله، یعنی پس هر کسی را که هجرت یعنی ترک کردن وطنش به سوی الله و رسول الله باشد، فهجرته الی الله و رسوله، پس حسابیده می شود اون انسان را هجرتش را به سوی الله و رسولش. یعنی کسی که از وطن خودش ترک میکند به خاطر آزادانه عبادت کردن الله به سوی الله و رسول هجرت میکند، پس این انسان رو میگوید وابسته به نیتی کردگیش که فقط برای به دست آوردن رازگی الله سبحانه و تعالی و عمل کردن به سخنان الله و رسول که هست، الله سبحانه و تعالی انا همون طور میگه این انسان را عملش را قبول میکند، هجرتش را قبول میکنه، زیرا که نیتش عمل کردن به سخن الله و رسول هست. و من کانت هجرته لدنیا یصیبها، و دویم مثال، هر کسی که هجرتش برای دنیا باشد دنیا را به دست میارد. یک انسان میخواهد دنیا را به دست بیارد، به خاطر دنیا هجرت که میکند، ترک وطنش که میکند دنیا را به دست میارد. او امرأة ینکحها، یا اگر که منظورش به زنی گرفتن کدام زنی باشد، میخواهد کدام زن را به نکاحش بدرارد، به خاطر آن اگر هجرت کرده که باشد، میگه اون زن را به نکاحش میدرارد. فهجرته الی ما هاجر الیه، پس هجرت اون انسان به آن چیزی است که اون انسان هجرت کرده، اون نیتی که اون انسان دارد به همون است. یعنی ببین وقتی که برای دنیا سفر کردی و هجرت کردی، برای نکاح هجرت کردی و سفر کردی، پس تو هجرتت به همون است، یعنی تو ثواب نداری، تو ثواب نمیگیری. اما اگر هجرتی تو برای الله و رسول باشد، پس این ثواب بسیار بزرگ و ثواب بسیار عالی دارد برای صاحبش. پس ببینید هر دوشان هم هجرت است، چی انسان به سوی الله و رسول هجرت کند، چی برای دنیا و برای به دست آوردن کدام زنی، هر دوش هجرت است. اما نیت های این انسان ها بیان میکند ثواب اینها را، معین میکند ثواب اون هجرت کنندگان را. این حدیث متفق علی صحته است، یعنی که حدیث صحیح بودنش ده اتفاق است. رواه امام المحدثین، دو امام محدثین این را روایت کرده است، یکیش ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن بردزبه الجعفی البخاری،
این را روایت کرده است ابو عبدالله پسر اسماعیل پسر ابراهیم پسر مغیره پسر بردیزبهی از جعفی و بخاری، این را جعفی بخاری این را روایت کرده است یکم. و دوم ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری رضی الله عنه این را همچنین روایت کرده است که ابو الحسین مسلم ابن حجاج پسر مسلم القشیری نیسابوری الله از هر دو اینها راضی باشند که امام بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده هستند. فی صحیحیهما در صحیحشان در کتاب صحیحشان اللذین هما اصح الکتب المصنفه، همون دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح ترین کتاب نوشته شده هستند. صحیح ترین کتاب نوشته شده این بخاری و مسلم می باشند. بعد از قرآن این دو کتاب صحیح ترین کتاب می باشد. البخاری امام بخاری این در زیر رقم 1 در کتاب بخاریش روایت میکند و مسلم این را در زیر رقم 4927 امام مسلم و امام احمد این حدیث را روایت کرده است در زیر رقم 168 مسند امام احمد هم این روایت شده است. پس این بود اولین حدیثی کتاب ریاض الصالحین. به همین اولین حدیث به آخر رسید. بعد از این دومین حدیثی باب اخلاص و همچنین دومین حدیثی کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر دومین حدیثی کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ام المؤمنین ام عبد الله عائشه رضی الله عنها قالت، میگوید که از ام المؤمنین ام عبدالله عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت، حضرت عایشه رضی الله عنها این حدیث را روایت کرده، میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یغزو جیش الکعبه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که یغزو جیش الکعبه، یعنی که می جنگد لشکر برای تسلط یافتن بر کعبه. یک گروه می آیند برای به دست آوردن کعبه می جنگند تا اینکه کعبه را به دست بیارن. فاذا كانوا ببیداء، پس زمانی که میگه این گروه در بیدا میرسد، یعنی در صحرای میرسد، ببیداء من الارض، یعنی که در صحرای از بالای زمین، در بالای زمین در صحرای میرسد که یخسف باولهم و آخرهم، پس میگه فرو برده میشوند، به زمین میدرویند میروند. این گروهی که میخواهند به خاطر کعبه را به دست آوردن بجنگند، یخسف، اینها فرو برده میشن، به زمین در آمده میروند. باولهم و آخرهم، یعنی از اول تا آخرشون، یعنی همه اشان در زمین فرو میروند. قالت، حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید که قلت یا رسول الله، میگه گفتم ای رسول الله، کیف یخسف باولهم و آخرهم و فیهم اسواقهم و من لیس منهم. حضرت عایشه رضی الله عنها پرسان شد که ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کیف یخسف باولهم و آخرهم، گفت چطور به زمین فرو برده می شود از اول تا آخر همه اشان، و فیهم اسواقهم، گفت در بین اونها اسواقشان هستند، یعنی که مردمی بازاریشان هستند که اصلا نیتی به دست آوردن کعبه رو ندارن، یعنی مردمی بیگناه هستند در اونجا. و همچنین و من لیس منهم، در اونجا کسانی هستند که در فکر و عقیده، در عمل با این طایفه که میخوان کعبه را به دست بیارن با اینها نیستن، یعنی که در اونجا مردمی بیگناه هستند. وقتی که زمین فروک میبرد، هم اونهایی که نیتی بد دارن برای کعبه را به دست آوردن و هم اون انسانهایی که در بازار تجارت و به سودا و به خرید بازار مشغول هستند و هم اونهایی که هیچ نیت و مرامی کعبه را به دست آوردن ندارن، اونها همه در زمین فرو میروند. و چی طور میشود؟ مردمی بیگناه هم به زمین فرو میرود. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم باز گفتند که یخسف باولهم و آخرهم، یعنی که فرو برده می شود اول و آخرشان، همشان، بازاریشان هم و مردم بیگناهشان هم همه فرو برده می شود. همون مطلبی که میگوید که وقتی فتنه آمد
تر و قاق می سوزد همون، یعنی گناهگار هست نیست همه فرو برده می شوند، همه در زمین در آمده می روند. ثم یبعثون علی نیاتهم، پس جای دلیل اینجا هست، همه به زمین فرو می رود اما در آخرت زنده گردانده می شوند علی نیاتهم، هر یک کس به نیتی خودش. آنهایی که نیت داشتن برای تسلط و به دست آوردن کعبه، اونها با اون نیتی شومشان، و اونهایی که در بازار بیگناه بودن، اونهایی که در خانه نشسته بیگناه بودن، اونها همونطور بیگناه در روز قیامت زنده گردانده می شود. اما در این دنیا تر و قاق می سوزد وقتی که غضب الهی بیاید، گناهگار و بیگناه در زیر عتاب و عذاب الله گرفتار می شود وقتی که عذاب الله سبحانه و تعالی بیاید. پس از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که از ما و شما دور بگرداند تمامی بلاها را، و الله سبحانه و تعالی توفیق عمل کردن به قرآن و سنت را برای ما و شما نصیب بگرداند. خب این حدیث متفق علیه است. هذا لفظ البخاری، این لفظ بخاری می باشد. این لفظی که ذکر کرده امام بخاری این لفظ ذکر کرده است. البخاری و امام بخاری این حدیث را در زیر رقم 2118 کتاب بخاری صحیح بخاری آورده است، و امام مسلم هم در صحیح مسلم در زیر رقم 7244 صحیح مسلم این حدیث ذکر شده است، و امام احمد هم همچنین این حدیث آورده است در زیر رقم 26227 که مسند امام احمد هم این حدیث ذکر شده است. پس این بود دومین حدیث. اما در مسئله اسواقهم، یعنی مردمی بازاریشان، در زیر این کلمه را شرح داده بیان میکنه، میگه اسواقهم بالسین المهمله والقافی، یعنی سین یعنی اش نگو بلکه سین بگو، سین مهمله نه که در باراش نقطه نمان، والقاف حرف قاف است یعنی با حرف فا فکرش نکنیم. ای اهل اسواقهم، یعنی که مردم بازاریشان، او سوقت منهم، یا تمام مردم اونها. از سوق رعیت، هر کسی که در اونجا هست، هر کسی که در اون قشلاق است، همه اشان، یعنی که اهل بازار و کسانی که در خانه نشسته هستند، کسانی که در قشلاق ها بگیم در ده ها رفتند و یک جا را اختیار کردن، همه اشان هلاک می شود، همه اشان در زمین فرو می روند، یعنی گناهگار هستند و نیستند به زمین فرو می روند. میگه و فی الحدیثی، در این حدیث، ان من کثر سواد قوم فی المعصیت مختارا فالعقوبة تلحقه، یعنی که میگه در حدیث بیان شده است که من کثر سواد قوم، یعنی که بسیار شود سواد قوم، اگر بسیاری قوم فی المعصیتی در گناه، یعنی که دیدیم که قوم بسیارش عاصی و گناهگار شدند، مختارن با اختیار خودشان است، با اختیاری، فالعقوبة تلحقه، پس در همهشان عذاب الله میرسد به اونها، یعنی همهشان گرفتار میشن به عذاب الله جل جلاله. همون مثلی تر و قاق میسوزد است. وقتی که اکثر مردم در معصیت رفتن، اکثر مردم فاسق و اکثر مردم سرکش شدند، عذاب الهی به همهشان میآید، به انسان صالح و طالح، به انسان گناهگار و بیگناه عذاب الهی میگه میآید. این حدیث میگه به همین دلالت میکند. میگه و فیه تحذیر، در این حدیث همچنین میگه تحذیر هست، بر حذر داشتن هست، تنبیه هست من مصاحبت اهل الظلم والعصات، از دوستی کردن و همنشینی کردن با ظالمان و با گناهگاران. این حدیث همچنین میگه ما را آگاه میکند که ما باید از انسانهای ظالم دور شیم و از انسانهای عاصی دور شویم. چرا؟ زیرا که همون لحظه شاید لحظه باشد که او را زمین فرو بردنی باشد، تا هم قطعی اون میروی. از این حساب میگه از انسانهای ظالم و از انسانهای عاصی و گناهگار دور باشد. و ان الاعمال بالنیتی، در این حدیث همچنین بیان شده است که عمل وابسته به نیت است. فیجزا کل بقصده، پس پاداش داده می شود برای هر شخص به قصد و نیت و مرامش. انسان نیت و چیزی که باشد به همون پاداش و ثواب و اجر یا عذاب و عتاب داده می شود.
پس این هست توضیحاتی در زیر این قول اسواقهم. خب این بود حدیث دوم از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این سومین حدیث از کتاب از باب اخلاص و سومین کتاب حدیث همچنین از کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر سومین حدیث کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت، از مادر مؤمنان همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که میگوید قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا هجرت بعد الفتح، گفتند که هجرت بعد از فتح مکه دیگر وجود ندارد، ولکن جهاد و نیت، ولیکن گفتند جهاد وجود دارد، جهاد تا روز قیامت باقی میماند، اما هجرتی که فرض بود، آن هجرت فرضی برای هر یک مسلمانه، اون هجرت از بین رفت، اما جهاد تا روز قیامت باقی میماند و نیت جهاد کردن همچنین باقی است تا قیامت میماند. این منسوخ شدگی نیست، این از بین رفتگی نیست. اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و اذا استنفرتم، و هنگامی که شما دعوت شدید و هنگامی که از شما کمک خواستند، در زیر میگه که ای طلبتم للخروج الى الجهاد و او نحوه، یعنی زمانی که شما طلب شدید برای برآمدن جهاد، که برای جهاد باید ببرایید، او نحوه یا به مانند این، با کمک اگر شما را دعوت بکنن، فانفروا، پس شما میگه لبیک گویید، پس شما شتاب کنید، پس شما قبول بکنید. اما کدام جهاد؟ همون جهاده که با شرط و شروطی شرعی باشد، نه اینکه هر کسی جمع کند 10-20 هزار آدم و نامش جهاد مونده جهاد کند، اونها جهاد نامیده نمی شود. و اذا استنفرتم فانفروا، وقتی که شما دعوت شدید به جهاد از جانب بیرق معین و از جانب شخصان معین، یعنی که اولو الامرهایتان وقتی که شما را دعوت میکند، پس شما ببرایید، پس در گردنتون واجب است که شما ببرایید، پس لبیک بگویید. اما هر گروه و طایفه و هر قبیله که به نام جهاد جنگ بکند، اگر دعوت کند ما با اونها نمی رویم، زیرا که اونها جهاد نیست، بلکه اون جنگ است و خودکشی است و در اون طور جایها اشتراک کردن جایز و درست نمی باشد. جهاد شرط و شروط معین دارد، در کتاب‌های فقهی این شرط و شروط و در کتاب عقیده این شرط و شروط ذکر می شود که با کدام شرط و شروط جهاد کرده می شود، در زیر کدام بیرق جهاد کردن ممکن و جایز و درست می باشد. خب پس انا همون شرطای جهاد معینی که هست موافقت کرد، پس در اون باید دعوتش لبیک گفته شود و اشتراک کرده شود. این حدیث متفق علیه است. البخاری این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 3900 در کتاب صحیح بخاری، بغیر هذا اللفظ، اما بغیر این لفظ است، به همین معنا هست اما لفظش فرق میکند. و مسلم هم روایت میکند در زیر رقم 1864 کتاب صحیح مسلم، و لفظ له، همین لفظی که حالا خواندیم لفظ امام مسلم می باشد. و هو عند البخاری، و این همچنین در بخاری هم هست اما در زیر رقم 2783. و مسلم هم همچنین روایت کرده است در زیر رقم 1353 باللفظ المذکور، به همین لفظی که حالا خواندیمش، ولکن من حدیث ابن عباس، اما مسلم این حدیث را از ابن عباس روایت میکند، یعنی که این حدیث رو ما خواندیم راویش حضرت عایشه بود، امام مسلم همین حدیث روایت میکند بر روایتی که بر روایت ابن عباس. ابن عباس میگه گفته است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این سخنها را گفتند. راویاشون فرق میکند اما معنا هر دوش یک میباشد و هر دوش سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و معناه، و معنای این حدیث اکنون امام نووی رحمه الله اینجا میخواد کمی بیان کند که این حدیث چی معنی دارد. میگه که لا هجرت من مکه، یعنی هجرت از مکه دیگه وجود ندارد، لانها صارت
دار اسلام، زیرا اینکه مکه دیگر دارالاسلام شد. دارالاسلام که شد دیگر از مکه هجرت کردن اون هجرت نامیده نمی شود. اکنون در زیر این یک توضیحات مختصر دیگر میدهد. در رقم 3 میگه قال الخطابی فيما نقله عنه الحافظ في الفتح. خطابی میگه در آن سخنهایی که حافظ ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری این قول آوردگی است. در کتاب فتح الباری جلد 7 صفحه 179 میگه که کانت الهجرت، یعنی هجرت بود. هجرت چی بود؟ ای الی نبی صلی الله علیه و سلم، هجرت به جانب پیغمبر بود. یعنی پیغمبر در مدینه بود، مردم از مکه نزد پیغمبر هجرت میکردند. میگه فی اول الاسلام مطلوبتن، در اول اسلام هجرت به طرف پیغمبر طلب شده بود که مردم باید به طرف پیغمبر هجرت بکنن، نزد پیغمبر بروند. در اول اسلام میگه هجرت انمین طور بود. میگه ثم افترضت لما هاجر الى المدینه الى حضرته للقتال معه. بعد میگه فرض گردانده شد هجرت لما هاجر، زمانی که هجرت کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه، الى حضرته للقتال معه، برای به نزد پیغمبر برای جنگیدن با همراه پیغمبر با کافرها جنگیدن، یعنی همراه پیغمبر و پیغمبر رو کمک کردن. بعد میگه امر شد که مردم به مدینه بیاین نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی که در اول، یعنی درجه بندی هجرت، اول هجرت کردن به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. بعد از این هجرت کردن به مدینه نزد پیغمبر شد، این دویم درجه. و للقتال معه و تعلم شرائع دینی، و یاد گرفتنی احکام های دینی. باید مردم هجرت میکنن نزد پیغمبر به مدینه می اومدن، احکام های دینیشون تعلیم میگرفتن. و قد اکد الله ذلك فی عدت آیات، الله سبحانه و تعالی این سخن رو میگه در چندین آیاتش میگه بیان کردگی است. حتی قطع الموالات بین من هاجر و من لم یهاجر، حتی الله سبحانه و تعالی قطع کردگی از دوستی رو بین کسی که هجرت میکند و کسی که هجرت نمیکند. یعنی که هجرت کردن یکی از فریضه ها بود و الله سبحانه و تعالی دوستی کردن و نکردن رو وابسته به هجرت گرداندگی بود. کسی که هجرت میکرد پس با اون دوستی میکردن، کسی که هجرت نمیکرد و با اون دست دراز نمیکردن با اون دوستی نمیکردن. فقال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیت 72 میگوید که والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایاتهم من شیء حتی یهاجروا. الله سبحانه و تعالی در این آیت صریح میگوید، میگه والذین آمنوا، یعنی آن کسانی که ایمان آوردن، ولم یهاجروا، اما هجرت نکردن، ما لكم من ولایاتهم من شیء، یعنی شما از دوستی اون چیزی ندارید، با اونها دوستی نکنید، دوستی بین شما و اونها نیست. وقتی که ایمان آوردند و هجرت نکردن، به سبب هجرت نکردنشون بین شما و آنها یگان دوستی وجود ندارد تا که حتی یهاجروا، تا اینکه اونها هم هجرت بکنن. هجرت فرض بود. از این حساب الله سبحانه و تعالی این شرط رو گذاشت که باید هجرت بکنن، اگر هجرت نکنن دوستی با آنها وجود ندارد. فلما فتحت مکه، پس زمانی که مکه فتح شد به دست مسلمان ها افتی، و دخل الناس فی الاسلام من جمیع القبائل، و در آمدن مردم در اسلام از تمام قبیله ها، سقطت الحجرة الواجبة، هجرتی که واجب بود اکنون این واجبیتش افتید، دیگر واجب نیست، یعنی فرض نیست. هجرت کردن واجبیتش افتید. و بقی الاستحباب، اما مستحب بودنش باقی موندگی است. مستحب بودن هجرت باقی موندگی است. در جایی که تو نمیتونی دینت آزاد باشد و عبادت کردن، نمیتونی ترک اون وطنه، برو جایی که تو الله را آزادانه میتونی عبادت کنی. برو به مکانی که تو الله را میتونی که به مشکلی و به غم و اندوه یاد و ذکر و عبادت الله جل جلاله را بجا بیاری. اما اگر که در هر وطنی هستی، در هر جایی هستی، میتونی الله را آزادانه عبادت کنی، پس در گردن تو هجرت نیست، بلکه در اونجا باقی میمونی و الله را میپرستی و مردم اونجا را دعوت میکنی به سوی دین و مردم اونجا را میخوانی به سوی
اسلام و عدد مسلمان ها را زیاد میکنی، تبلیغ اسلام میکنی. پس این هست توضیحات در مسئله هجرت کردن که لا هجرت بعد الفتح، یعنی بعد از فتح مکه دیگر هجرت برای اهل مکه یا که وجود ندارد. برای اهل مکه دیگر هجرت نیست، دیگر مکه دارالاسلام گشت. این بود سومین حدیث از کتاب ریاض الصالحین و همچنین سومین حدیث از باب اخلاص و احضار نیه. با همین این سوم حدیث هم به آخر رسید. بعد از این چهارمین حدیث از باب اخلاص و احضار نیه و چهارمین حدیث همچنین از کتاب ریاض الصالحین. این حدیث چهارم را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه همون را در همین جا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددکار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.